نمیشه سوگل. از عهده این چیزا بر نمیای. اگه نشه همونجا بمیریم بهتره. راستش من یه جایی رو میشناسم، خونه عمو علی و خاله صدا. قبلا که میرفتم مسافرت من به سگشون غذا میدادم. این وقت روز سر کارن، کلیدشون هم میدونم کجا میذارن. باشه پس زود باشین، عجله کنین. بله دافنه. مامان زود بیا وگرنه مسابقه رو میبازم. سرم داره از درد میتره که درست حرف بزن ببینم چی میگی. تو هم فقط به فکر خودت و شوهرتی. دارم میگم اگه نیای مسابقه رو میبازم. یکی از اون دختر یتیما رو میخوان انتخاب کنن. زود باش بیا اینجا. باشه دخترم باشه، الان خودمو میرسونم. بگم خدا چی کارت کنه نازان. خاک بر سرت که حس مادری تو فراموش کردی. بجنبین الان میاد. اینهاش. باشه زود باش. بیای. Anladım sonu yok yalnızlığın. Her gün çoğalacak. Her zaman böyle miydi bilmiyorum sanki. شما هم بجنبین دیگه. لباس زیراشون اینجا زشته. این عتیقه است. از خانواده‌شون یادگاری مونده. نه ول کن، اینو بر نداری. وایسا ببینم. دختر ما که برای سرگرمی نیومدیم، اومدیم دوستمون از دردسر نجات بدیم. معلومه که باید برش داریم. بدش به من. جمره این خیلی گرونه نه؟ این حلقه ازدواج خاله صداست. اما علی وقتی ازش درخواست ازدواج کرده بود بهش داده بود. به مامانم نشون داده بود. اینو بر نداریم نه؟ آخه یادگاریه. میگم شام بریم بیرون. نه عزیزم، خودم برات یه شامی درست میکنم که انگشتاتم بخوری. یادگاری چیه؟ بابا مگه از ساغر با ارزش تره؟ کار میکنیم قرضمونو میدیم. قهوه هم برام درست میکنی؟ و بریم تو حیاط بخوریم. اومدن حالا چی کار کنیم؟ باید فرار کنیم. بیاین اینجا، زود باشین.
زود باشین دیگه. بیاین بودین. علی بودو بیا. سوگل گیر افتاد. باید بریم نجاتش بدیم. نه وایسا، ما رو تحویل پلیس میدن. کمالم ساقه رو میکشه. یه ساعت تموم شد. آدرس رو برات میفرستم. ایلول، سوگل به خاطر ساغر این کارو کرد. بیا بریم دیگه. بجو. کجایی لعنتی؟ آدرس رو بگو. بچه ها، ما تصمیم نهایی رو گرفتیم. نماینده امسال ما برای مسابقه خوانندگی بین دبیرستانا معذرت میخوام. نازان خانم. ببخشید دیر رسیدم. وای خاله نازانو ببین با چه وضعی اومده. یه لحظه سر کن. خاله نازانو ببین. وای خاله نازان چه شده ها؟ تیپت خیلی داغونه خاله نازان. اخراجی. هنوز برنده رو اعلام نکردی؟ نه خیر. خیلی خوب. میشه قبلش با هم حرف بزنیم؟ نازان خانم برنده مشخص شده. امسال نماینده ما ماراله. تبریک میگم. خیلی ازتون ممنونم. قول میدم اونجام نفر اول بشم. دختر یتیمه دافنه رو بیچاره کرد. خیلی ضایع شد. اینجا خانم ببخشید ولی این تصمیمتون درست نیست. دافنه سالهاست داره کلاس آواز میره، ولی شما کیو انتخاب کردین؟ هیچ کسو. نازان خانم صبر کنین، صحبت نکنین، ببینین چی میگم. بعد از این همه زحمتی که تو این سالا برای این مدرسه کشیدم و اون همه کمک مالی که شما از ما میخواین تقلب کنی؟ واقعا براتون متاسفم. مامان بس کن دیگه. دخترم میخوام حق تو رو بگیرم. نمیخواد حق منو بگیری. نمیخواد. یه نگاهی به سر و وضعت بنداز. چطوری میتونی با این ریخت و قیافه بیای؟ آبرومو بردی. مامان تو باعث خجالتم شدی. هنوز بچه است. معلومه برای دزدی اومده. سرش خیلی بد ضربه خورده. میرم به دکتر زنگ بزنم. آره زنگ بزن، بگو زود بیاد. دخترم صدامو میشنوی؟ کمک! کمکم کنین! سرتو ببر. لال شو و اگر نمیام اونجا اون وقت هر چی دیدی از چش خودت دیدی ها. ساغر خدا رو شکر. من باید ساغر رو نجات بدم. آروم باش. ساغر کیه؟ به هوش اومد؟ حتما پلیسه. مگه پلیس خبر کرد؟ معلومه. صبر کنین. باشه منو تحویل پلیس بدین، ولی لطفاً الان نه. ببینین من باید برم سراغ دوستم. بعدن اگه بندازینم زندانم برام مهم نیست.